با نام یاد خدای مهربان سلام. نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. هم صحبت من امروز در برنامه کتابخوان محیدین مظفر، کارگردان و راهبر ایجادی دو فیلم و برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. با اندیشه ما با فکر می‌کنم که از بخش‌های مطالعه مهم مطالعه این تماشای فیلم یا دیدن فیلم‌های خوب است. و برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. بگویید که امروزا چه حال و احوال دارید و زندگی رو در گوشه و کنار تاجیکستان که می‌بینم این طرف اون طرف در حرکت چگونه پس سر می‌کنید؟ تشکر زیاد. سلام عرض می‌کنم به شما و به کل بینندگان این برنامه بسیار هم جالب. من خیلی خوشحالم که همین گونه امروز یک امکانیت داریم که با شما در اطراف فرهنگ و سینمای تاجیک برای تماشابینان برنامه پادکستی کتابخوان صحبت کنیم. من در مورد این شب روز چه حال دارید گفتید. این شب روز البته مثل همه شب روزها از پی اندیشه سینما هستیم. نزدیک 16 سال می شود که بنده در سینما کار میکنم و یک نوع این شب روزها جنبست یک دوره برای خود اندیشه میکنم که یک جنبست فرا رسیده است که طول 16 سال ما چی کار کردیم، کدام قدم هامان درست بود، کدام قدم هامان نادرست بود. بخصوص دو کاری که ما انجام دادیم، خلاصه این دو کار از لحاظ ایجادی چگونه بود، از لحاظ توجه و تماشا چگونه بود. یک نوع در مرحله قبول کردن قرارها برای قدم‌های نوبتی هستیم. بهترین یک در شروع همین صحبتتون یک گپ گفتید سینمای تاجیک. اگر کوتاه بگویید این در 16 ساله که در این دیگ به قول جوشیدید و این دو کاری که انجام دادید که سر این کارها ما صحبت میکنیم چگونه یافتید و امروز در چه حالت است همین سینمای تاجیک؟ به عنوان یک کارگردان میخوام رو که راست بگید که مثلا ما در کجا قرار داریم، در کدام نقطه قرار داریم؟ بله، من طول 16 ساله که در این ساحه قدم میزنم، از آغاز تا امروز تا همین لحظه یک مقصد داشتم: باوری تماشابین تاجیک به سینمای ملی برگرداندن. سینمای ملی را بیرون از مرز تاجیکستان در سطح بین‌المللی معرفی کردن. من دستان بالای وجدان است که طول این 16 سال یگان ماه استراحت، یگان ساعتی 8 به کار رو و ساعتی 5 برگشت، این گونه اندیشه ها در مغز سری من نبود و ما فقط برای آن کوشش کردیم که فیلم های گیریم که اون اندیشه که گویا کینوی تاجیک نیست، کینوی تاجیک چی کینو است، از میان برداشته شود. و اگر خیلی گیریم، اگر 10 سال اولش واقعا هم برای تجربه اندوختن و به زینه درکاری برآمدن صرف شد عمر ما. من نمیگویم که اون فیلم های بد بودن. اون فیلم های بودن که برای ساختن ما زمینه شدن. و بخصوص دو فیلمی که بعد از ختم وگیک به انجام رساندیم، فیلم هنری دو و فیلم هنری ماهی در شست، اینها خدا را هزاران بار شکر که توانستند تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی معرفی کنند. اکنون به اون سوالی که امروز چه حال و هوا دارد سینمای تاجیک، من فکر میکنم این شب روز سینمای تاجیک در مرحله رو آوردن به اصل خود، در مرحله اثبات کردن آن که او هست، او زنده است، به او توجه کنیم که او میتواند هویت ملی ما را هم در داخل تاجیکستان و هم در بین المللی معرفی کند. فکر میکنم اکنون بعد از اون بی‌سر و سامانه سالهای 90 که ما از دست دادیم متخصص ها را، مکتب سینما را، دوباره حال و هوای خوب
برای جوانان، برای نسل نو هست. یک حرفی شما شاید در این ذهن ما و ذهن تماشابین آگاه کتابخوان، شاید بعضی از استادان این سوال با وجود بیاد که شما میگید که برای آن که فیلم ملی را ما معرفی کنیم، یعنی کینوی تاجیک را معرفی کنیم در داخل و در خارج، این حرف در جای صدا می‌دهد، در کشوری صدا می‌دهد و در از طرف شما صدا می‌دهد در صورتی که ما می‌بینیم کشورهای اطراف ما یا کشورهای ابرقدرت میلیون ها و حتی میلیاردها دلار یا هم پول خودشون برای این سمت صرف میکنند و شما چون یک جوان یا نفری که 16 سال آمدید و هنوزم ناامید نیستید و میگید این کار را میتوانیم کرده، شما روی چی حساب میکنید و میگید که این کار را میکنیم، یعنی باید بکنیم و معرفی کنیم در داخل و بیرون، روی چی، روی کدام زمینه های مالی و اقتصادی؟ چون اگر ما حتما فیلم میگیم این در ذهن ما می آید که یعنی روی چی شما حساب میکنید، روی مثلا کدام ته کرسی ها میستید و معرفی میکنه در بیرون، چون رقابت خیلی شدید است، راه بسیار دشوار است و پشت اون ثروت های هنگفت میستد و این که شما میگید این کار رو میکنیم، شما واقعا روی چی حساب میکنید، روی کی حساب میکنید؟ من روی آن حساب میکنم که در تاجیکستان اکنون امکانیت و توجه نوبت به سینما فرا رسیده است. ما در قیاس با دیگر ساحه ها، مثلا بخصوص در ساحه چند سال اخیر در ورزش میبینیم که چقدر ورزشگران توانستند وقتی که توجه شد در ساحه خودشان انقلاب کنند، چی در ورزش مثلا باکس و چی گوشتین و چی فوتبال. و ما در بسیار ساحه ها عقب مانده بودیم، خدا را شکر که این ساحه ها ما خیلی به جای درکاری رسیدند و روی آن حساب میکنم که اکنون متخصصان هم پیدا شدند که میتوانند جدی فیلم آفریده و من خیلی امیدوارم که کسانی که فیلم دو و فیلم واحد در 60 را میبینند دلشان به سینمای تاجیک، به آینده سینمای تاجیک گرم میشد و میفهمند که در تاجیکستان هم متخصصای خوب پیدا شده است. میدونید سینما همین خیلی چیز است که فقط با پول و برکشیده نمی شود. حتی مثلا با یک متخصصی سطحی پست شما میلیون دلار هم دهید، اون میتواند که اون پول نابود کند و سینمای خوب نآفرد. برای همین اکنون میدونید من قبلا فکر میکردم که حالا ما سزاوار نیستیم به توجهی واقعی، برای اون که حالا فیلم های ما صفتاشون خوب نیست، ولی بخصوص بعد از این دو کار و خیلی امیدوارم که توجه می شود و من به زمینه اقتصادی تاجیکستان باوری زیاد دارم. ما همه امکانیت ها رو داریم، فقط توجه. سال 2022 وقتی که فیلم دو اولین بار که به نمایش گذاشته شد و ما اون فیلم دیدیم، در اندیشه من این خیلی فکر آمد که یک انقلاب، یک تحول در سینمای تاجیک رخ داده است. این تحول، این انقلاب و گرفتن همچون یک فیلم، یک روند طبیعی و آنمون آموزش های شما بود، یک کاری معجزه‌ای، یک کاری میشد که یک کم خیلی میشود که همین کار مثل دو، مثل خودی دو که دوتون اومد کرد. چگونه روی کار اومد این فیلم دو و زمینه هاش چی بود؟ مقصد ما از اون چیزی که دیدیم، از اون کاری که شما کرده در دو، از اون مصرفش در اون فیلم داشتید، به مراتب کاری بهتر کردید. چگونه این زمینه پیدا شد، این فیلم پیدا شد؟ یکم اون تجربه 10 ساله که ما داشتیم پخته رسیده بود. دویم کارهای آموزش نظریوی ما در وگیک و راهنمایی استاد والری احادف که این دو همچون یک کار دیپلمی من در وگیک حساب می شود. من فهمیدم که برای فیلمساز خیلی مهم است راهبر ایجادی که وی نازکی های ساحه خیلی بلد باشد و تواند در ذهن تو کاشته. تاثیر استاد والری احادف خیلی بزرگ است در اینجا و این فیلم بود که من از آوان دانشجویی آرزو داشتم قصه را به نوار گیرم و خیلی سالهای زیاد پخته رسیده بود در ذهنمان. فکر میکنم همین ها هستند و میدونید چرا من گفتم یک روند طبیعی بود یا یک کار فوق‌العاده بود یا یک کار بود که میشد بعضی کارها همین خیلی با وجود بیان، ولی وقتی من گفتم یک انقلاب در سینمای تاجیک رخ داد،
بعدش یک خاموشی حکم فرما بود. وقتی که من اون فیلم دیدم گفتم اکنون شروع می شود زیاییم و دانشمندیم و اون کارو که در بخش ایدئولوژی است، اونایی که مثلا همیشه میگن ما فیلم نداریم، یک شور و ولوله را در رسانه ها با وجود میارن، تقریرها نوشته می شود، بحث و بررسی ها می شود، ولی متاسفانه همچین کار صورت نگرفت. این نه به معنی آن بود که داو سزاوار چنین کار نبود. فکر میکنم چرا چنین کار صورت نگرفت، در صورتی که ما 20 سال 30 سال منتظر همچین یک کاری بودیم، ولی چرا وقتی دیدیم با این سم نرفت؟ جامعه تیار نبود، آماده نبود. شاید وقتی من در فکرم دوم روزی یا سوم روزی پخش فیلم در کینوتئاتر یک مراجعت نامه کرده بودم با نام ما برای کی فیلم میسازیم. این مراجعت من با تمام ضیاهای تاجیکستان بود. برای من که 10 سال زیاد تلاش کرده به این زینه رسیده بودم و میدونستم که این فیلم خوب است و خیلی امیدوار بودم که همین اندیشه شما که همه زیایه ها میریزن و در سیوم روز بعد از ماها تبلیغ کردن در سیوم روزی پخش در کینوتئاتر، از کینوتئاتر وطن زنگ زده گفتن که ما فیلم رو میگیریم برای که هیچ کس نیست بیهوده زور نزن. و من یک مراجعه کردم که مردم فیلم خوب ساخته شد، شما توجه کنید. بخصوص از اون سال 2022 تا سال 2026 که 4 سال گذشته است، همین درد و دعوای من حالا هم آرام نشده است. حالا هم من انتظارم از مردم عادی که پشت زندگیش نه، از مردم زیایی، از اصلا که دعوا دارند و مسئولند، راهبرند، در شهرها راهبرند، نمیدونم در دانشگاه ها راهبرند، در معارف ها، در ساحه های اهل زیا راهبرند و مسئولند و اونا باید این چیز خوب ببینند و در درس هاشون، در صحبت هاشون استفاده کنند. نمیکنند، این خیلی سخت است. برای سینمای، حالا ما خیلی صحبت خوب آغاز کرده، برای سینمای کسبی تبلیغ کسبی اون خیلی مهم است. بله این و اون نفرانی که در جامعه مثلا اندیشه سازند و مثلا راهبرند و در یک مثلا مجلسشون درباره آدمگری، درباره عرف و عادت‌های ملی، درباره هویت، اندیشه، ایدئولوژی همش صحبت میکنن، باید حتما اونو مثال‌ها بیارن از این فیلم‌ها. و من حالا هم از این چیزا ناراضی هستم که حالا هم توجه میدونید بعد از 4 سال فیلم دو برآمدنش و در تالارهای سینما و در پلتفرم‌ها برآمدنش، حالا هم ما آخر سال 2025 جنبست کردیم که خیلی زیاد آدم‌ها این فیلم رو ندیدن. شما وقتی میگوید دو نه ندیدم، حتی زیاد آدم‌ها نشنیدن دربارش. این خیلی سخت است. وقتی تو میدونی که صدها مقاله و گزارش ها در رسانه ها چون میشه، بعد میپرسی که شما روزنامه میخونید، شما تلویزیون میبینید، شما در دستان فیسبوک و اینستاگرام دارید، شما در کجا بودید در این مدت 4 سال که اینقدر خبران نشنیده میگویند؟ و شما آزه گفتید که خاموشی شد. این خاموشی خیلی دهشتناک بود، برای آنکه بین فیلم دو و ماهی در 3 سال گذشت و ما 3 سال بعد از استحصال فیلم معمولا کارگردان باید دنبال دیگر فیلم شود، ولی ما دنبال تبلیغ و فروختن و قرض رو صاف کردن و برگرداندن و وحشتی که اکنون من چیکار میکنم فرا میگیرد. این خیلی دردناک است. در حالی که به تو زنگ میزنه هنرمندای بزرگ میگوید که نخود من پیر شدم، یک obraz خوب برای من نداشته باشه و میدونی که این قدر کان گنجینه استفاده نشده ایستاده است و از تو امید دارد و تو هم از اونها امید داری. و وقتی در شبکه‌های اجتماعی خبر میشود که فلان هنرمندی بزرگ مرد و تو مثلا 2 ماه پیش با او صحبت کرده بودی درباره یک نقشه که وای بسیار آرزو داشت، تو هم میموری که یک پتانسیل رفت، استفاده نشده رفت، یک دنیا که وای میتونست دنیای معنوی جوانان را تکان دهد طریق اون obraz با خودش برد. بله. و هیچ کسی از این خبردار نیست. تو میدونی او
дар як суҳбататон гуфтед ки ба қабули раиси як ноҳия рафтед ва ӯ гуфтааст агар ин филми шумо зур аст чаро ман шуморо намешиносам ва дар бораи ин филм намедонам. аммо лаҳза чӣ эҳсос кардед? Як коргардони касбӣ дар ин сатҳ филм офаридан, филме ки ҷоизаҳои байналмилалӣ ба даст овард, амин бархурди амин масъулро масалан чӣ гуна худатон ам лаҳза эҳсос кардед? дар як суҳбататон ошкоро гуфтед, дар як майдоне куҷо зиёё будан баромад кардед, гуфтед ки ман рафтам аз сабаби агар филми шумо зур бошад ва шумо зур бошед, чаро мисли он филмҳои дигаре ки масалан чӣ мегӯянд оммаписандау завқи поёну бисёр бадан ҳаваскорон онро намедонад, вале ин филма намедонад. чӣ буд бархурдатон бо ин нафар? яке аз мақсадҳои масалан 2 соли охири мо ҳамин аст ки мо талош дорем ки филми моро бубинанд. то набинанд онҳо боварӣ ҳосил намекунанд, чун шояд аз шабакаҳои иҷтимоӣ филмҳои пассифатро диданд ва бовар надоранд ки кинои тоҷик метавонад ҳамин сатҳ ба филм офарад. барои ҳамин мо талош дорем ки пеши роҳбариятҳо раҳиман бояд гӯем ки ин 2 филмро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ кардааст, ҳатто дастур додааст ки ин филмро бубинед, вале масъулоне ки бояд ин дастурро иҷро кунанд каме бемасъулиятанд. мо кӯшиш дорем ки ҳатто ман аз баҳри дигар корҳое ки бояд кунам мебароям, мерам пеши роҳбараҳои шаҳрҳо. ин гуна иттифоқҳо хеле зиёд аст. яке аз ҳамин гуна иттифоқҳо дар яке аз шаҳрҳое буд ки вақте пеши роҳбари шаҳр даромадем, гуфт ту кӣ? ту ки ин ҳамагӣ 2 моҳ қабл буд. масалан аллакай моҳӣ дар шастам дар олмону дар ҳама ҷо. ту кӣ? гуфт масалан он филма бин чӣ қадар филми хуб аст, ҳар ҳафта мебарояд, рав аз ҳамон коргардон ёд гир, ту чӣ пеши ман омадӣ? шумо ҳозир гуфтед ки вақте ки ин гуна андешаро мешунавед, албатта шумо ҳамон лаҳза бо ӯ суҳбат мекунед. масалан ман гуфтам ки ман омадам ки назди шумо ба шумо фаҳмонам ки филми ҳаваскорона сохташуда чӣ асту филми касбӣ сохташуда чӣ аст. ҳамин қадар ман рисолат дорам. вале вақте аз ин гуна суҳбатҳо берун мешавед, ҳамчун як эҷодкор, ҳамчун як холӣ мешавед, дар худатон холигӣ ҳис мекунед, мисли оне ки шумо меҳнати шумо дар кор нест. ва бисёр аҷиб шуд он суҳбат. баъд ман гуфтам ки ман бисёр мехоҳам ки шумо филмро бинед. гуфт муовинҳо вобаста кардаган равед бубинед, ман вақт надорам. ман гуфтам ки шумо вақт пайдо мекунед, аввал шумо мебинед, баъд дигарон мебинанд. ман хоҳиш мекунам шумо бубинед, ройгон аст барои шумо, фақат шумо бубинед. баъд ӯ супориш дод ки фалон рӯз пеш аз соли нав соати 10 дар бинои ҳукумат ҳамаро ҷамъ мекунем, нишон медиҳем. вақте супориш медод гуфт ту шарманда намекунӣ бо филмат? ман намедонам хай дастури ҳукумат ҳаст, вале ту шарманда намекунӣ. ман гуфтам шумо ҷамъ кунед, ҳамин шарманда шаванд, ман ҷавоб медиҳам. баъд ҳамон рӯз аввал ҷанҷолҳо буд ва баъд розӣ шуд ва баъд як рӯз пеш аз соли нав ин кор иттифоқ афтод. ман он рӯзҳо дар Ирон будам, расида омадам, махсус билет гирифтам, расида омадам. ман бисёр мехостам ки барои ман хеле муҳим аст ки як нафар нигоҳаш ақаллан ба синамои тоҷик иваз шавад. ин ҳар як нафар барои мо хеле қимат аст. омадам, бисёр мехостам ки ӯ филмро тамошо кунад, ман чашм ба чашм бо ӯ суҳбат кунам. он рӯз омадем, мо тамоми корҳои таблиғотиро кардем, дар фойеи ҳамон толори ҳукуматаш оро додем, ҳамаро кардем. медароем намедонам чанд нафар нишастанд, на муовинҳои идеология ҳаст, на раис ҳаст, як корманди маъмулии ташкилотчӣ аст. ман гуфтам роҳбарон канӣ? гуфтан кор зиёд аст. ман гуфтам охир ман махсус барои ҳамин омадам. хулоса филмро шурӯъ кардам бисёр бо дард. дар толоре ки 250 нишаст дошт, тахминан 100 нафар нишаста буд. на дастгоҳ, на корҳои соҳаи идеология, ҳеҷ касе нест. филмро шурӯъ кардем. ман рафтам бо алам, филм шурӯъ шуд, рафтам назди дастгоҳ, гуфтам ки медонед ҳозир раиси шумо ин филмро надид, намебинад. ин филмро намебинад, барои он ки ин филм дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо намешавад. эҳтимол ин ҳатман ки ин вазифаҳо муваққатиянд, мераванд. шояд баъд аз 10 сол, шояд баъд аз 20 сол ин филми мо ҳатман як рӯзе дар телевизион нишон дода мешавад ва он замон шояд ин раис бекор мешаванд.
اینجا کار نمیکنند، شاید کار میکنند یک آدم معمولی میشوند، تبدیل میشوند یا نمیدونم در کجای میشوند، میبینند فیلم رو، میگویند که فیلم زور بوده است. ولی اون وقت شاید محیدین بعد از این فیلم دیگر فیلم نگرفت، شاید محیدین تاجیکستان رو ترک کرد. میدونید شما همین حرفی من برای استان رسانید، حتما این اتفاق میافتد. و از همه عجیبش این بود که اون حرفی مرا گوش کرد بودد، گفت که من هیچ کار کردن نمیتونم. از همه عجیبش این بود که در وقتی فیلم قسم زیادش رفت، من از تیرزه بینای حکومت نگاه کردم، راهبر شهر در صحن حولی حکومت سیگار کشیده قدم زده گشته بود و این خیلی در روحی تو تاثیر میکنه. تو فکر میکنی که یک چیزی مهمه که برای جامعه، برای مثل همین خوراک دوست داشته ملت ما چه است؟ آش پلو است. چه است؟ یک آش پلوی با مزه معنوی رو تو آماده میکنی و اونو نمیخورد و تو میدونی که این خیلی مهم است و با اون توجه نمیشه، این بسیار بد است. گپ در سر است که اون نمیخورد، گپ در سر هم نیست. گپ در سر است که اون دعوا هم دارد که ما کارگردانی خوب نداریم، ما فیلمی خوب نداریم، من از خارجی نمیگیرم، من از فلان نمیگیرم. ندیده به همین قصه شما من یک چیز دیگه میخوام تا اینجا بگم که وقتی شما درباره مسئولیت گفتید و خیلی چیزی مهم است. یک نفر خیلی یک آدم سطح بالای کلیدی یک وقت من دعوت کرد، شتیم سر یک پیاله چای، بعد گفت شما کتاب میگید، این میگید، اون میگید، بعضی مسئولان وقت ندارند، کار ندارند. این خیلی با خودش 2 ساعت صحبت کرد. گفتم اول تا هم 2 ساعتی که با من صحبت کرد شما میتونید 20 صفحه کتاب خونید. و بعداً من گفتم من بسیار شهرنایی ها دوستا دارم، یا میروم میبینم مشاهده میکنم، ما اون قدر زواد و فابریکه و کار اون قدر کاری نداریم که مسئولان ما از سر تا بگاه برای کار بند باشن. اگر اونها که دعوای ایدئولوژی دارن، دعوای هویت سازی دارن، دعوای تبلیغ فرهنگ دارن، چی سلاح از کتاب و از فیلم و این چیزا از اون رسامی که میشد میتوند قوی تر باشد. واقعا این موضوع خیلی دردآور است. شما در برابر کارگردان بودن تا این فیلم آفریدید، ولی چرا خواستید که زیاد تبلیغ شود این فیلم؟ یعنی این کارم خیلی با شدت خودتان انجام دادید و همه وقت من میدیدم در یک صحبت در یک جا میگفتید که ای کاش کسی ببیند یک حرف بگوید، حرف بد است، حرف نیک است، تحلیل به وجود بیاد. این از روی تجربه هایی که در خارج شما دیدید، از روی چی بود که میخواید مثلا رکتوران دانشگاه ببینن، رئیس ناحیه ببینن، اون کارمندان بخش ایدئولوژی ببینن و اون نفرانی که دانش اندیشه دارن ببینن؟ چرا بیشتر سر اینا تمرکز میکنید شما دیده از اون مردم عادی؟ و این چی است؟ اینمون چرا روی این نکته بیشتر توجه میکنید شما؟ ببینید من قبلا فکر میکردم که وقتی ما فیلم خوب میسازیم اون تماشا میکنن. با این دیدگاه شما از این دیدگاه کار کردیم و اشتباه کردیم. ما امروز خلاصه میکنیم که فیلم سازی یک مسئله بسیار جدی است و فیلم فروشی و فیلم نشان دادن و فیلم تبلیغ کردن بازم علمی بسیار هم جدی دیگر است و دیگر نفر نیست. ما مثلا در تاجیکستان پرودوسری کسبی نداریم که این کار را انجام دهد. زمینه این کاری خوب نیست و ما مجبوریم که این کار را کنیم. من فهمیدم که این رسالت هم بر دوش خود من است. برای همین من بسیار میخواهم که راهبرها تماشا کنم و من شاهد این گونه 10 واقعه بودم که وقتی میبینن میگوین که کینای تاجیک به همین زینه برآمدگی است. مثلا ما چند وقت پیش در اگنت نظارت کروپسی جمهوری فیلم موعد در 60 سال نشان دادیم که برای من یک لذت عجیب بود. وقتی همه روبریت ها سرجمانه این فیلم رو تماشا کردن، من همون روز شاید برای اونا این یک روز معمولی بود ولی برای من روز خوشبخت‌ترین بود، چون که من فهمیدم که فیلم ما رو دیدگی نیستند و وقتی میبینن عوض میشه و مناسبتشون عوض میشه و برای همین خیلی میخواهم که راهبرها خودشان اول ببینن و ماهیت این رو درک کنند و بعداً با کارمندانشان دستور دهند که این فیلم رو ببینید. فیلم خوب خیلی که شما گفتید مثل یک کتاب است. فیلم خوب مثلا ببینید با جزئیات میگذاریم، از صحبت عمومی با جزئیات میگذاریم. مثلا من همین 2 ماه اخیر در شهر دوشنبه یک مسئله
جامعه ما رو تکان داد، اینم مسئله کارچه‌زنی مکتب بچه‌ها. من باور دارم و هم ما در رسانه‌ها دیدیم که در این موضوع ده‌ها جلسه های جدی در وزارت‌های گوناگون مسئله گذاری شد و فهماندهی‌ها در مکتب‌ها گذرانده شد و اینقدر وقت و اینقدر انرژی برای همین کار صرف شد. میتوند که یک فیلم خوب همه این مسئله رو طرز بررسی کند که دیگر ضرورت این گونه مجلس ها نباشد. مثلا همین مسئله وقتی من بسیار میخواهم که ما همین ماهیتی همین مسئله رو درک کنیم که وقتی یک مشکلی شد در حال در ذهن ما بزند که این مشکلی رو باید تعجیلی فیلم کسبی و حساس کرد و این فیلم رایگان پخش کرد در همه جا که ببینند. یعنی پیام فیلم تستر میرسه، پیام فیلم تستر به هدف تستر از طریق فیلم میرسه. بله، مثلا من همچون کارگردان این مسئله چی خیلی میبینم. هر وقتی که یک اون خبری که پخش شد که کارچه‌زنی شده است در جامعه آدم ها به طور خود قبول میکنن. مثلا وقتی اون روزی که هیچ خود از خاطرم نمیبرد، وقتی من این خبر را شنیدم همون شب خوابم نبرد. میدونید کارگردان چگونه فکر میکند؟ کارگردان فکر میکنه، مثلا من فکر میکنم که این کودک، من در خیالم تصور میکنم که این کودک این فکری با خود کارچه گرفته گشتن را از کجا گرفت در ذهنش؟ از کدام روزنه به خانه این کودک وارد شد این فکر؟ از کجا؟ وقتی صبحانه میخورند این عائله در سر صبحانه پدر و مادرش به این کودک درباره چی حرف میزند؟ خودی پدر و مادر درباره چی موضوع صحبت میکنند؟ این تخمی با خود کارچه گرفته گشتن که ما یک بار نه، ما چندین مثلا ریتخو گذراندن، چندین نفر را دستگیر کردن. از کجا این تخمی پیدا شد؟ شاید فیلم سلوا پاتسانایی که روسیه استحصال کرد که همون جنگ و دعواهایی که سالهای 90 یک ویروسی بسیار بزرگ پهن کرده بود، شاید این هم همینه پهن کرد. از کجا این فکر پیدا؟ یعنی این تحقیقات جدی میخواد. این مثلا برده اونا محکم کردن و 2-3 نفر از کار راندن مسئله را حل نمیکند. باید ما به ریشه این مسئله توجه کنیم. این کار عجیب است، این کار تحقیقاتی میخواهد که در فیلم اون به زبانی ساده معنیدار زودتر تحلیل کنیم و تخمی این فکر مثلا ویروس برآمد، آنتی ویروس برآمد بعد، یعنی ما آنتی ویروس درست بیسازیم و بیخورانیم به جامعه. همون این فکرم ما درباره تبلیغ و فرهنگ و سینما قدرتش حرف زده شدیم. کسی که فیلم میبیند و فرق ندارد، همه جامعه همه در دستش تلفن است، ما باید تن گیریم که ما خواهیم نخواهیم همه فیلم میبیند، خواهیم نخواهیم همه ساعتها 10 سکونده تیک تاک چیزهای میبیند و این هم غذا است. همون ارگانیسم شما اگر یک خوراک گندیده بخورید، شما خواهید نخواهید ارگانیسم شما اون رو قبول نمیکند و اون رو بیرون میکند، شکمتون درد میکند، دم میکند و میپرتاید. این غذای معنوی هم مثل همین است. یعنی جامعه ما هر روز غذای معنوی رو از کجای میخورد، ما خواهیم نخواهیم میخورد و اون درونش گندیده میکند. و همین گندیده شدن، همین تخمیه که در ذهن کودکای ما پیدا شده است که باید کارچه گیریم. وقتی من با چند نفر ساختارهای قدرتی صحبت کردم، با نفرانی که با این کودکان صحبت کردم، گفتم اونها چی میگویند؟ اونها میگویند که برای حمایت خودم گرفته گشتم. آخر در تاجیکستان تینجی و امانی است، تو چه گذر؟ یعنی در ذهن آنها در تاجیکستان در فضای زندگی این نورسان 15 ساله ما خطر وجود داره. بدونید یعنی خطر در ذهنشون ساختن، جو کردن. یعنی اینا فیلم ساخت، اینا کسی فکر، اینا یک بیمار آورده در ذهن اینا جو کرد. یعنی فیلم میتواند زودتر همچون آنتی ویروس باید تاثیر خودش رسونه. یا چی مسئله هست؟ بیت یک جای دلیل جان هر دونو یک جای صحبت کنیم، معین کنیم که همیشه برست توپ 5 مسئله کشور ما چی است؟ بیت یک جای خب به سعودی اول نکته که از اینجا شروع می شود، مثلا
бесаводӣ, дуюм масалан ахлоқи бад, ин як чизи муҳимтарин барои ҷомеа, масалан ахлоқи бад. сеюмуш масалан фасод, даст задан ба фасод, даст задан ба корҳои ношоиста. чорумуш ки ҳама гуфтед шумо корчазаниву ин таблиғ. баъд панҷумуш он шабакаҳои иҷтимоие ки масалан хатари ҳама гуна хатар аз унҷа, хатари экстремизмам, терроризмам, корчазаниам, маводи мухаддир, ҳамаш онҷа шурӯъ мешавад. ин панҷ масъаласт аз нигоҳи ман ки имрӯз таҳдид мекунад ҷомеаи моро. аку бубинед, ҳамин 5 масъалае ки шумо мегӯед, мо бояд таъҷилан 10 филм дошта бошем. бале, мо бояд қарор қабул кунем ки масъалаи ҳассоси имшаби рӯзи мо бояд таъҷилан ба ин беморӣ бояд дору фикр кард ва таъҷилан 10 филм ба ҷомеаи мо ба ҳамин 5 масъалаи шумо ҳамин шабу рӯз ниёз дорад. соли оянда не, ҳамин шабу рӯз ниёз дорад. яъне мо бояд дар марказҳои тасмимгирӣ фаҳмем ки қудрати синемо муҳим аст ва уна истифода кунем. ва дар натиҷаи истифодаи ин соҳа чӣ ба вуҷуд меояд? ба ҳаракат даромадани муҳаррики синемо филмсозон сари кор меоянд, коргардонҳо сари кори худашон машғул меоянд, ига стресс намегиранд, ҳунарпешаҳо боз мешаванд, дарунашон боз мешавад, ҳунарпешаҳои ҷавон кушода мешаванд. вақте ман масалан дар чандин ҷашнвораҳои байналмилалӣ будам, масалан дар яке аз ҷашнвораҳо бо Амитақ Баччану бо Шохрухан мо дар Ҳиндустон дар Калкутта вохӯрдем, ё дар масалан Русия ҳунармандои бузург, ман мебинам онҳо як одамҳои маъмулиянд. ягон масалан Абдумоин Шарифиву Қурбони Собиру Хуршед Мустафоев мо ҳеҷ камӣ надоранд. фақат медонед чӣ камӣ доранд? инҳо образ наофариданд, онҳо офариданд, онҳо майдон доранд, инҳо майдон надоранд. яъне қудрати потенсиали ҳунарии мо ҳеҷ камӣ надорад. фақат он ки ҳамин соҳаро мо истифода намекунем, дар назари мо инҳо кӯчак метобанд. яъне инҳоро бояд истифода кард. бубинед шумо гуфтед ки ба ҷузъиёт бароем, ба як ҷузъиётҳоро аз ҳамун филмофариву филмҳо хеле ҷолиб таҳлил кардед. дар ҳамин филми Дов як нукта аст, як саҳна аст ки аз нигоҳи ман шедевр аст ва нотакрор аст, чизе ки мо то ба имрӯз надидем. ва он як хонаи лоӣ месозанд он мардум ва ҳашар меёнд ва ба як гапи оддӣ моҷаро шурӯъ мешавад, дар чанд дақиқаи тамом мешавад ба як фоҷиа. ва ин меравад ба ҳамун нооромиҳои соли масалан фарз кардем 90 мо. ва агар шумо биред 20 китоб дар ин замина бихонед, 30 китоб дар ин замина бихонед, тарафҳои гуногун андеша бишунавед, шояд он паёме ки дар ҳамун саҳна филми Дов барои бинандаш метиҳад, барои наслӣ метиҳад, чун холӣ аз ҳар гуна ғаразу пуштигириву тарафгириву идеология, он паёме ки медиҳад, шояд он китобо дода натавонанд. ман унҷо дарк мекунам ки ин қудрати синемо аст, ин қудрати офаринандагии синемо аст. яъне набояд ҳамун донишмандони мо, донишҷӯёни мо, устодони мо бишинанд ва таҳлил кунанд ки яъне коргардон ва ин саҳнаро ба намоиш гирифтан ва овардан барои мо пешниҳод кардан дар назар вале кори сода метавад. масалан чанд нафари ман як ҳашар як хонаро мехоҳанд созанд, вале агар ба гуфт шумо ба ҷузъиёт бирем, ба умқи бирем ва ҳамин лаҳзаро бишинем, фақат ҳамин лаҳзаи филми Дов мутолиа кунем. яъне чӣ хеле ки мо китоб мутолиа мекунем, ҳамин лаҳзаро бишинем мутолиа кунем ва фикр кунем, зудтар тезтар ҳазм мешавад, таблиғ мешавад, фикр мешавад ва мо дурусттар қабул мекунем, бидуни он ки ба нависандаи филм нафрат дошта бошем, ба Муҳиддини Музаффар нафрат дошта бошем, чун ҳузури вай дар он лаҳза эҳсос намешавад. вақте мо китобро мехонем, масалан муаллифи ҳамин китоб бо мо ҳузур дорад, мегем масалан фарз кардем Достоевский ҳамроҳи он муаллиф қатъи масалан ҳамроҳи мо мехонем мерем, як устод Садрин Айни ёддоштҳо ё фарз кардем як нафари дигар ҳамун лаҳза хонда рафтан мегӯем. вале дар филм шумо ҳамроҳи муаллиф намеравед, ҳамроҳи коргардон намеравед, саҳнаҳо боз ҳастанд, ҳамин филми касбӣ, ва бидуни ғараз он намегиред. ман воқеан мехостам ки сари ҳамин мавзӯъҳо устодони мо, донишмандони мо, зиёи мо таҳлил мекарданд, андеша мекарданд ва аз ҳама муҳим мо бояд эътироф мекардем ки
سینمای ما از همینجا به یک طرف دیگر باید برود، به یک سمت دیگر برود. شما شبکه اجتماعی میبینید، مثلا پیگیری میکنید، یکی از موضوعی که این شب روز بسیار داغ است وقتی که شما درباره توجه مردم افتید و این دو فیلم خوبه که آفریدید، وقتی که یک چیز ما درباره فیلم میگیم که مثلا همین فیلم ترکی یا سریال ترکی و فلان سریال برای شما از یک سریال روسی را مثال آورد برای شما ضرر میاره و ذهن جوانای ما را ویران میکنه، در قبالش یک حرف میگن وقتی سینمای ما نداشته باشد ما چی را تماشا کنیم، ما چی را ببینیم؟ شما چی از فکرتون به همین اندیشه؟ من خیلی صحبتی بلازت نداشتم. تشکر زیاد. من درونم خالی بود. فکرتون چه زمین؟ ببینید سینمای اصلی باید بر روح تاثیر کند. سینمای اصلی باید روح داشته باشد که بر روح تاثیر کند، با باطن شما وارد شود. سینمای کسبی دیالوگ نیست، نصیحت کردن نیست. سینمای کسبی شما رو با وجدانتون وارد می شود و مغز سرتون رو تکان می دهد و شما خودتون یک فیلم خودتون در ذهن خودتون با استفاده تصویری که کارگردان ساخته است با علاوه می سازید. و سینمای کسبی همونه هست که در پشت یک اپیزود چند معنی رو جا میکنه. این خوشبختانه این مکتب وگیک است که در ما همین گونه درس بود که تو وقتی یک صحنه یک اپیزود می آفری، یکم خطش معلوم است در مضمونش، در دیالوگش، دوم خطش چی است، سیوم پیامش چی است، چهارم پیامش چی است، پنجم پیامش ته این اپیزود. فیلم نه، حالا اپیزود درباره یک اپیزود، هر یک جزئیات در علاهیدگی باید یک دنیای خودش داشته باشد. و این صحنه که در فیلم دو هست، صحنه حشر نام دارد، این خیلی خوب شما وقتی گفتید من لذت بردم، برای آنکه شما پیام کارگردان نهاییش دیدید. این همون متافره هست که باید برای اون نفرانی که ندیدند گویم که تمام مردم ده جمع میشوند حالا برای کاری نیک، برای کمک. در سالهای 93 که خیلی سالهای وزنین و گرسنگی بود، یک نفر میخواد بامش رو اندازه کند و دیوارش رو راست کند و اون زمانها بیشتر مردم به هم دیگر کمک میکردن. من یادم هست که هر روز یک شنبه در محله ما حتما خانه کسی حشر بود و ما میرفتیم کودکان و میروند جمع میشوند و در انجام در داخل اون کار بحث میخیزد که به دو گروه مردم جدا میشوند. یک گروه میگوید که این ماشین معنان بود، بلیتی معنان بود، چیزی ناچیز شروع میشود و بعدا چنان جنگ میشود که همه دیوار و خانه رو خراب میکنند. این معلومات برای کسانی که فیلم رو ندیده بودن. و ما در این صحنه جای کرده بودیم معنی آن که در سالهای 90 در دوشنبه هم دو میدان به وجود آمد، شهیدان آزادی، و همه مقصدهای این آدمان نیک بود. گویا آمدن به خاطر آن که دولت بسازند، دولت رو به پراکندگی نگذارند، همین مقصد رو داشتن. ولی اینها برعکس، همه کار برعکس شد. در همین صحنه ما معنی همین میدان نشینی ها رو جای کرده بوده. یعنی یک صحنه 3 دقیقه شما توانستید یک کار 10 ساله یک ملتی که به سرش فوجت بفهمونید که از کجا شروع شد. یعنی کار 10 ساله رو در 3 دقیقه بیاد جا کنید. بله، یعنی انا فیلم واقعی باید همین گونه فیلم ها باید در کشور ما زیاد باشد که مسئله های ما را به شکل زبانی نه، به شکل معنی، به شکل روح که تاثیر داشته باشد. و شما وقتی از کینوتئاتر، از سالن سینما میبرید، با فیلم برایید، فیلم با شما رود به خانه‌تان، به جهانتان تکان دهد، شما رو به اندیشه وادار کند که این دوستی که شما دارید و از پشت یک نافهمی که شما چقدر باز گپ نمیزنید، آیا میارزد که این نافهمی شما ادامه داشته باشه؟ یعنی فیلم باید در ذهن شما همون تخمه هایی که ما امروز درباره تخمه ها گفتیم، فکرها گفتیم، همون بیکارد. خیلی مهم است این. ببینید شما 16 سال فعالیت کرده و بالاخره بعد این یک کارهای
جالب مثلا داو رو گرفتید در یک سطح خیلی بلند و زحمت خیلی زیاد کشیدید بدون آنکه مثلا شما یک مبلغ زیاد داشته باشید، خانه شخصی خودتون رو داشته باشید، خیلی یک نفر ثروتمند باشید، ولی این کار رو انجام دادید. ولی خاموشید چیزی به وجود نیامد. در اول من سال اول شده نظر دادم ولی رفتید به سمت ماهی در شست. چی چیز بود دلتون گرم میکرد به خاطری که به سمت این فیلم بروید؟ یعنی خسته نشدید که بیا من گذشتم از بر همین فرهنگ و همین تاریخ و همین سینما و همین جان فدایی، چون شما فرزند دارید، خانه دارید، زندگی دارید، چی چیز بود که این مثلا شما را کشید به این سمت؟ بیماری مثل برای آدمی که ایجاد میکند و یک آدمی بیمار میشود و اگر ایجاد نکند میمیرد. همون نمیدونم چه کرده گویم که بازم ساده تر همون نشمنده که اگر نشهش رو نزند یعنی به معنی خوب این کار. بله به معنی خوبه. یعنی شما معتاد کار خود بودید. یعنی بله من خوب فکر میکنم که آن ابرازها، آن قصه هایی که در ذهن من پیدا میشود اگر اونا نکنم من برای خودم و جامعه خودم خیانت میکنم. اونا باید ساخته شوند. من خیلی امیدوارم که این چیزها در جامعه ما قدر میشوند و همه چیز سر جای خودش میآید. و من فکر کردم که فکر میکنم که دو حالا کم است. ما باید چندین دوها را سازیم که باوری مردم برگردونیم. برای همین این طلبات پیش از همه باطن است علی جان که ما باید این کار را کنیم. مثلا یک قصه، مثلا یک واقعه در ذهن ما چگونه فیلم پیدا میشد. ببینید حالا شما برای چی اینو ساختی میگوید. مثلا من تقریبا 1-2 هفته پیش از همین صدبرگ یک کار داشتم، ماشینم رو همینجا گذاشتم و سمت بازار تلفن ها وارد شدم میخواستم. در همین پایان دیدم که در نزد تای زانتی لاتری لاتو بازی لاتو فروش نشسته است و در پیشش یک موی سفید پیرانسال ریش و برشتو تخمینا نمیدونم 70 ساله هست. همین گونه بلیت لاتری لاتو توزیع میکنند. برای من خیلی جالب بود. من خیلی نگاه کردم. تخمینا 5 دقیقه ایستادم پیشش، نرفتم کار دنبال کارم. شدم همین خیلی نگاه داره. اون لاتو فروش بے پروا ایستاده است، به مردم تماشا دارد و اون بسیار با اون فرو رفته است. در آمدم رفتم دنبال کارم، تخمینا نیم ساعت کارم رو بود کردم و بر آمدم بینم حالا هم اون موی سفید در پیش علاقه چندین لاتوهای خراب شده که هیچ نبریده است. بازم اونم میگن بازم 10 دقیقه دیگر همونجا ایستادم. من فکر میکردم که این موی سفید ما چقدر از لحاظ سینمایی کسبی است ولی از لحاظ انسانی فاجعه است. این کی است این موی سفید که تمامی وجودش تقدیرش به تصادف بخشیده است و امید دارد که یک چیز براش باز می شود. این موی سفید چقدر عمرش رو گذرانده است. این موی سفید چقدر فرزند دارد، با چی اون رو نصیحت کرده است. این موی سفید این شب روز اگر نبیره داشته باشد با نبیره هاش درباره چی صحبت میکند. من دیگر همون روز و فردای دیگر روز دیگر هیچ فکری نداشتم. من با ماشین در دوشنبه میگردم، ماشین من پر جریمه است. وقتی یک نفر رو میبینم دیگر همه چیز رو فراموش میکنم و این موی سفید دیگه من سر نمیدهم. میدونی من اونو باید حتما فیلمش سازم. این چی موی سفید هست که این چی فاجعه هست؟ این چی؟ یعنی وقتی شما اینو میبینید و این دیگر این موی سفید دیگه من رو سر نمیدهد. این حتما باید تحلیل کنی، بررسی کنی که این موی سفید نمونه موی سفید ملت من هست، نمونه سفیدی است، نمونه سیاهی است. یعنی کارگردان دیگر وقتی حامله میشوند اونا باید تولد کنند. در همین فیلم ماهی در شست یکی از بخش‌های خیلی جالب و فاجعه بارش اونجا که موضوع مادر است ولی یک موضوع جالب اونجا قمارش ما مثلا وارد کردگی است. قمار در شکل کلاسیکی مثلا به شکل امروزی که اینقدر نکته‌های
қиморбозӣ ҳастанд ва мардум ба зиндон аз пишти он қимор меафтанд ва бадбахтиҳо ба саршон. Чаро шумо дар шакли классикӣ нишон додед, масалан дар шакли модерне? Самад ном дорад ин Бале. мард ки Хуршед Мустафоев бозӣ мекунад. Дар онҷо он образро бидуни образи кӯдак далери хурдсол таҳлил кардан қадар дуруст нест. Ман дар ҳамин ду мисол меорам ки мо ду нафар мард ба роҳ мебароянд, яке кӯдаки 9 сола, яке кӯдаки 9 солае ки мақсад дорад, ҳадаф дорад, ақл дорад, тамиз дорад, умед дорад ки модарашро мебинад ва дақиқ аст, ва як марди бузурге ки тамоми бахту ихтиёрашро ба дасти тасодуф супоридааст ва як рӯз зиндагиашро, маънияшро гум кардааст, ба роҳ мебарад. Ва ин образи Самад дар ин ҷо образи ҳамун марде аст ки маънии зиндагиша гум кардаасту қарорашро ба тасодуф супоридааст ки як рӯзе ин қимор омад мекунаду иваз мешавад. Ва ин дар роҳ мо бо ин ду нафар ба роҳ мебароем ва ҳар душам дар анҷом ба мақсадаш мерасад, ба маънии аслие ки мехост мазмунан мерасад. دقیقا نمیرسد ولی مضمونا میرسد. در مثلا مدرن شما چی رو در نظر دارید؟ من نکته هایی که مثلا قماربازی که هست مثلا در فکر من است که من چندین نفر میدونم که از پیشین نکته های این گونه بازی ها مثلا رفتن زندان شدن، دست به نشمندی زدند و مشکلی ها. گفتیم که یکی از هدف سینما همین است که جامعه را اصلاح کند، به سمت اصلاح برد، حداقل فکر را با وجود بیارد. کلاسیکیش رو گرفتیم به خاطر آن که وای کلریت ملی دارد یک نوع. مثلا نوزن این چیزا رو بگیریم، مثلا این فیلم وقتی در خارج نمایش داده میشد در اونجا هم همین گونه بازی ها هستن. ما خواستیم که چیزهای ملی مون استفاده شد، مثلا همون بجول، همون عشقه که بازی میکنن و اونا ما یادتون باشه در کودکی ما خود ما هم بازی میکردیم. این یک نوع بسیار کلاریتی جالب است. کودکان با مقصدی بازی اون را بازی میکنن، بزرگسالان با مقصدی مثلا قمار بازی میکنن. این یک پیوندی بود. برای همین ما از این کلاسیکیش استفاده کردیم که خصوصیت های ملیگی ما را نشان دهد. بسیار جاها میگن که این چی است؟ مثلا در آلمان همین فیلم ماهی در 60 چگونه قبول شد و چی خیلی مثلا بررسی کردن همین فیلم رو؟ نخست نمایش جهانی این فیلم 3 اکتبر سال 2025 در دایره 30مین جشنواره شلینگن در شهر خیمنس آلمان برگزار شد و خیلی خوب قبول شد. برای آن که پیام این فیلم پیش از همه ارزش‌های عائلوی است. بله. ارزش‌های خاصی تاجیکی است که برای ما این چیز مقدس است. مثلا در اروپا و در خارج مثلا قدر با عائله با شخصیت‌ها علاهیده زندگی کردن تاکید کرده میشود و ارج گذاشته میشود. این عائلوی نیست. برای همین این فیلم خیلی جالب قبول شد و خیلی حساس قبول شد. از همه جالبیش، حالا این موضوع ما با موضوعهای قبلی پیوند می شود، جالبش این بود که این رهبری همین جشنواره 30 سال قبل همین فستیوال خودش تشکیل کرده بوده است، به خاطر آن که او خواسته است که بهترین فیلم های کودکانه را همه ساله انتخاب کرده به کودکان شهرش نشان دهد. وقتی شما با تالار می‌داره، در یک بینا 12 تالار هست و در 12 تالار در دایره همین فستیوال 200 فیلم نخست نمایش جهانیش برگزار شد و همه فیلم‌های کودکانه، بهترین فیلم‌های کودکانه. و از همه جالبش این بود که وقتی ما به تالار دادیم، معمولا وقتی ما به جشنواره میریم در تالار کلانسالان، کینو سازان میشینند. وقتی ما در آمدیم 90% تالار کودکانی همین سن سالی قهرمان ماست، 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله. برای من خیلی جالب بود و از همه جالبش این بود که وقتی فیلم به انجام رسید، فیلم رو با سوبتیتری انگلیسی با دوبلژی همون زنده دوبلژی آلمانی کردن در جاش، یعنی کودک‌ها با زبان خودشان فیلم نشان دادن. و از همه جالبش این بود که وقتی فیلم تمام شد، بعد فیلم شروع شد، اونها در برابر فیلم نشان دادن در برنامهشان یک زن را آماده کردند که نیم ساعت قریب 20 دقیقه اول
فیلم تمام شد برآمده فیلم رو تحلیل کرده فهماند به کودکان با زبان کودکانه که این فیلم درباره بچه‌های اینترنتی در آسیای مرکزی تاجیکستان نام کشور و در اونجا همین یعنی شپرکه که در این فیلم ببینید رمز عشق، رمز دوستداری، رمز انسانی دلیر خودسا همین خیلی رمزی فیلم کودکانه خوشرو کرده به ذهن کودکان رساند. بعد گفت میدونید ما به شما چی سورپریز داریم؟ به نزد ما از تاجیکستان قهرمان این فیلم آمده است، نامش عبدالله، پشواز بگیره. هی عبدالله رو بعد کارگردان فیلم محیدین مظفر بعد بر اومدیم و بعد از همه عجیبش اکنون شما میخواهید سوال دید به عبدالله؟ همه یک تاش میگوید که برای چی شما کودک 9 ساله برای چی میگوید شما در تاجیکستان همه لباس یخیله میپوشه؟ در مکتب وقتی که نموشد چرا؟ بعد من خیلی جواب دادم که این برای تمرکز آدم ها با قشرها نشود، بایگری و کمبغلی نشود، همه فکرش روانه شود. با این فهموندم. با یک کودک دیگر میگوید که حالا تحلیل کردن که چپرک در این فیلم رمز عشق و دوستداری تو در فیلم بود. تو خودت در زندگی چپرک داری؟ میگوید. باور کنید دلیرجا من اون سوال‌های رو از این کودکان شنیدم که بعضا من از پروفسورهای ما نمیشنویم آدم‌های کسبی یا اینکه درباره اولین و آخران تصویر فیلم کودکی 10 ساله سوال میدهد. یعنی آنها کودک ها رو از خردسالی با دیدن بهترین غذا تامین میکنن. مثلا حالا هم وقتی من در با قشرهای گوناگون جامعه صحبت میکنم با من میگن ای محیدین چی با تو بیویک نمیگیری؟ چی با تو کینوهای جنگی نمیگیری؟ من میگویم چی در کار از جنگی به فکری تو؟ آخه زور از کفا ترکی شود. یعنی ما باید کودکانمون را با فیلم معنیدار جامعهمونه باید در دنیا همه ساله اگر فرض کردیم 10,000 فیلم استحصال شود، از درون 10,000 فیلم شاید 500 فیلم برای غذای معنوی ما، برای بهتر شدن دنیای معنوی ما، شخصیت ما کمک کنه. و اون 500 فیلم شناختن و دیدن این یک کار بسیار مرکب و عجیب است. در مسئله آن که بعضا میگویند که یعنی منظورت چی است؟ فیلمی مثلا ما نمیفهمیم هوسکارانه و سینمایی. من میفهمونم مثلا در فیلم سینمایی نصیحت نمیکنن معلم این کارتان خوب نه شما اندیشه کنید یعنی نصیحت میکنند. یا بچم این دفتر را خواندن لازم، کتاب را خواندن لازم. یعنی با گپ میگوید. یعنی یا اینکه میگوید که خسور خدا این کار را نکنید، این کاری ناز نیست، دخترتان را به ما دهید. در فیلم سینمایی این گونه حرفان نمیشود. در فیلم سینمایی در داخل یک اتاق میشیند، مثلا در مثال یا اینکه در مثال من 2 مثال میارم. در مثال فیلم 2 عبدالحمید شریفی قهرمان قهار در داخل بودکه میشیند، روح افتاده است و دوربین ما از داخل بله میگیرد بالا میبرد و ما میبینیم که چقدر غرق بطلاق و تاریکی میشود قهرمان. و برای این معنی را افاده کردن در این صحنه هم حل تصویری هست، هم حل صدایی است، هم حل موسیقی است و هم حل فاجعه است که یک شخصیت به یک کوادراتی سفیدی در تاریکی پیدا میشه. این از فیلم سینمایی. یا اون موی سفید 92 ساله که برای پیدا کردن قبر مادرش میرود و تصویر ما از داخل دروازه قبرستان بیرون میشه و ما میفهمیم که این موی سفید هم دیگر به همین قبرستان پیوند میشه. یعنی با یک تصویر چقدر معنی گفته میشه. از همه مهم به اندیشه من یک چیز به ذهن خواننده ما، بیننده ما و اون کسی که نوارا میبیند این صحبت شما را این قدر باید درک کند که
بسیار از کشورها وقتی میلیاردها دلار برای یک فیلم سینمایی صرف میکنند، این به چی معنی است؟ این به این معنی است که ما وقتی در اول صحبت گفتیم که وقتی توجه برای ورزشگرا زیاد شد و این ساحه رشد کرد، یک ورزشگر با اون قدری که بالاش مبلغ صرف میشود و همه کار میشود و تلاش میشود، شاید یک بار میرود و پرچم تاجیکستان مثلا بالا میبردارد و همون لحظه افتخار است، همون لحظه احساس است، همون لحظه خوشبختی است و اون تمام میشود. مثلا ظرف یک ساعت دنیا شناختی هم خیلی یک ورزشگر داشتم چند نفری. ولی این فیلم سینمایی وقتی که وارد یک کشور میشود، تا وقتی که اون فیلم در اون کشور است، اونجا تاجیکستان است، اونجا فرهنگ تاجیک است، اونجا اندیشه تاجیک است و اونجا هر روز پرچم تاجیکستان بالا است. یعنی قدرت سینما بالاتر از اون قدرت لحظه‌ای که ما پرچم میبرداریم، در شهامت غالب میشیم، در ورزش غالب میشیم، اینا باید درک کنیم و با این چیز باید ما توجه کنیم که این از تبلیغی واقعی کشور وقت وردی هر خانه میشود. وقتی فیلم تاجیک با یک جشنواره میرود و پیام خلق تاجیک میبرد و عرف و عادت‌های تاجیک میبرد و عنعنه‌های تاجیک میبرد. مثلا وقتی فیلم دو نقش‌نمایی جوانش در پوسان در کره شد، یک کینوشناسی کره‌ای برآمد گفت که یک سوال دارم به شما. یک زنی بود 50 ساله، گفت شما تاجیکان، ما یکمین بار فیلم تاجیکی دیدم، شما تاجیکان همتون همین خیلی زیبایید یا اینکه شما فقط زیباها رو با این کادر تصویرتون آوردید؟ حالا اینکه من در فیلم دو یگان زیبایی همه چهره‌های همه چهره‌ها ما چهره، یعنی همه شما همین گونه، یعنی در ذهن یک کره‌ای چهره تاجیکانه را معرفی میکند. و وقتی شما مثلا در فرودگاه یا من هیچ یادم نمیاد، سال 2016 وقتی بار اول به لندن رفتم، پاسپورت من رو در فرودگاه همین خیلی زد، گفت پاسپورتتون نمیبراید از اینجا، شما کدام کشور؟ من گفتم تاجیکستان. افغانستان میگوید نه، میگم تاجیکستان. کازاکستان میگوید، میگم نه. یعنی وقتی کینوی ملی تاجیک در جهان مشهور میشود، وقتی یک تاجیک به یک فرودگاه پیدا میشود، تاجیکستان میگوید آها، میگوید این همون است. بله. یعنی پیام خلق تاجیک، یعنی اونجا تاجیکستان وارد میشود. اونجا فقط یک لحظه نیست، یک کشور با فرهنگش، با زبانش، با عرفش، با عادتش با واسطه فیلم وارد میشود. بله، مثلا در فیلم مویداشه مثلا موسفید صحبت کردیم که 92 ساله به جستجوی مادرش میرود. در پشت این قصه فرهنگ تاجیکی است که مثلا حاضر در غرب، در دنیا، نیمی دنیا کودک 18 ساله میشد، از مادرش میره 20 ساله میشد، رای مادرش و پدرش گم میکند، فراموش میکند که اونا در کجا چه حال دارن. یعنی در زندگی ما تاجیکان که خودمون بعضا نمیشناسیم و میگوییم که در دیگر جا زندگی بهتر است، ما خودمون از بایگری خودمون بسیاری وقت بیخبریم که ما چقدر زندگی انسانوارانه، چقدر عالی داریم که 92 ساله ما هم با امید، با پیوندی مادرش زندگی میکنیم. ببینید این چقدر لذت دارد. این درست همونجا گفته خودمون رو نمیشناسیم. یک از هدف اساسی فیلم هم همین است که مثل یک آینه ما خودمون رو ببینیم. یه جای ضعفمون، یه جای قدرتمون، یه جای زبانمون، یعنی فیلم خوب، فیلم سینمایی، همون فیلم کسبی، این یک آینه باشد، یک آینه ای که راه مسیر برای ما تعیین کنه. مثلا متریکه میرم دو فیلم خودمون یک لحظه میریم در یک کینو استودیو آرامانال، میگن چرا مثلا این در شبکه‌ها دسترس نیستیم فلان. فیلم سینمایی خصوصش به فیلم است که ما در یک تالار بریم آرامانه ببینیم، لذت چه فهمیم و راهمون رو معین کنیم. علی جان ببینید در کشور ما اینقدر قصه و تاریخ و شخصیت‌های بزرگ هست که روی نوار نآمده است و اونها میتوانند که تاثیرگذار در ذهن جوانهای ما باشند. ما بسیار شاهدی آن میشویم که در روسیه بسیار وقت خودشون تاجیک گفتن و میترسن. مثلا در یک مثال میگم، شاید این نه تنها در روسیه باشد، ولی برعکس آن که ما باید افتخار کنیم که چقدر شخصیت ها داشته. من منظورم این است که اینقدر صدای بلند شخصیت ها و تاریخ و بای ما را سینما، اینقدر سینما ما صداش پست است که اینو گفتن نمیتواند و این خیلی باخت است. خصوصا در به آخر صحبت نزدیک میشیم، خصوصا در شرایطی که ما اینقدر بزرگایمون رو از خود میکنن، فرهنگ ما رو از خود میکنن، تمدنی ما رو از خود میکنن و سر اینها فیلم میسازن
و این فیلم بالای جامعه ما وارد میکنه و خریداری اساسی این فیلم خودی ما هستیم. ما برای این فیلم مبلغ میسپاریم، ما برای این فیلم ها قرصک میزنیم، ما نام فرزندان خود از قهرمانی این فیلم میگیریم، ما چای نوشی خود، لباس پوشی خود، خانه آرایشی خود. امروز مثلا من بسیار در بازار میشنوم، در قهوه خانه میشنوم، میانی مردم زیاد هستیم میگن نمیگیریم چون در اون فیلم همین بود. من میخواستم صحبتتون خلاصه کنید که این قدر جنگ های اطلاعاتی، جنگ های فرهنگی، جنگ های تمدنی ما میخوایم نمیخوایم شدت میگیرد. ما ملتگرا نیستیم، ما ملت شوینیست نیستیم، ما نگفتیم که ملت ما برتر از ملت دیگر دنیا است، ولی در همین تهاجم فرهنگی که امروز به شدت است و این شبکه اسمارت فون ها، این فیلم ها، این اینترنت، اون فیلم ها رایگان برای جامعه ما تبلیغ میشوند، ما و سینمای ما و مثلا از ما چیمون انتظار داره چیمون. من بگذار اون مسئولین جای خودش، اون رئیس ناحیه و رئیس حکومت جای خودش، شما از ما، از این جوانان آگاه و بیدار، از این مخلصان برنامه ها و اونهایی که بیدار هستن، زیایی هستن، اهل فرهنگ هستن، با عنوان یک فیلمساز چی را منتظره؟ چی میخواید از ما؟ مثلا ما چیکار کنیم؟ همه صحبت هایی که ما کردیم زمینه یعنی همین مقصد بود که خلاص شما گفتید. تمام تلاش ما به همین بود که همین هست که نه تنها بود که ما به نقطه برسیم که آغاز کنیم فیلم های تاریخی ما را ثبت کردن. برای این باید متخصص آماده می شدن و ما تا جای آماده هستیم و بچه های ما آماده هستند. تماشابینان عزیز، متخصصان تاجیک خیلی نزدیک 10 نفر شاید برای فیلم های جهانی ساختن آماده هستند. این ما باید بفهمیم، درک کنیم. و در مسئله آن که من حتی با درد میگویم که بعضا ما در جامعه در صحبت های میشنیم که میگویند که این فیلم قهرمان ما رو اونا فیلم کرده سنن هیچ به درد نمیخورد، تاریخ هیچ ایواز کرده نمیتواند. این گپی نادرست است. برای آنکه برای یک آمریکایی فرق ندارد که وای تاجیک است یا ازبک است یا قرقیز است یا قزاق است، برای وای فرق ندارد. و ما وقتی یک فیلم پهن می شود 100 میلیون آدم تماشا میکند از تمام گوشه دنیا، به نزد وای 100 میلیون رفته ما فهمانده نمیتونیم که این تاجیک است، این تاجیک است، این مثلا نادرست است. این خیلی نیست. باید ما تاریخمون رو صاحب کنیم. برای محض به خاطر تاریخمون رو صاحب کردن، محض به خاطر خودشناسی و هویت ملیمون و جوانان استوار کردن، ما باید رو بیاریم به سینما، رو بیاریم به ساختن فیلم های آرتی تاجیکی خودمون، به آفریدن و زنده کردن ابرازهای تاریخیمون. یک فیلم تاثیرگذاریش از صدها درس و صدها کتاب حساستر است. بله درست، این قبول است. برای همین من با جامعه گفتم میخواهم که ما در پشت سینما فقط یک فرهنگ نبینیم، در پشت سینما ما دولت سازی رو ببینیم، استراتژی ملیمون ببینیم، در پشت سینما اقتصادیات رو هم ببینیم. این یک اقتصادیات بزرگ است. ما میتوانیم، سینماگران تاجیک میتواند میلیون ها دلار از بازارهای جهانی بعداً بیارد. میدونید؟ بله درست. این سرمایه هم هست. این سرمایه هم هست. برای من بسیار میخواهم که اهلی رهبریت های ما، اهلی زیایی های ما به همین مسئله نازکانه رفتار کنند. وقتی یک فیلم خوب میبراید توجه کنند، ببینند و درباره آن هر کجایی که میشینند تبلیغ کنند. ما امروز شب روزها شاهد یک رویه میشویم که یک چیزی مسحکه، یک چیزی پست چقدر پدلیت تقسیم میشود و یک چیزی با عقلانه هیچی نمیشود. تحلیل کنیم. این تهدید است برای یک جامعه. این تهدید است. ما در برابر کانتنت هایی که مثلا این گونه ضعیفند و آفریده میشوند در دویم قنات هم داشته باشیم که چیزهای خوب ساخته شوند. خیلی مهم است که بی‌طرف نباشیم. همین عادی ترین کار، مثلا یک معلم دانشگاه چیکار کرده میتواند که فیلم ببیند، میتواند که با دانشجوهایی که چند نفره که میدارد درباره این فیلم صحبت کند، اقلا فهماند که کینوی هوسکارانه در مثال یک فیلم
дар мисоли ин як филми дигарро оварда ақаллан фаҳмонад ки донишҷӯҳош арзиши ин филма аз ин филм фарқ кунад. аз куҷо метавонанд бубинанд филм? як ишора дигар бикунед, чун баъд мо зиёд суол мешавад филм аз куҷо бубинем, куҷо биравем, чӣ кор кунем? филмҳои истеҳсоли киностудияи Довфилм, ҳам масалан филми Дов ва ҳам филми Блогер дар платформаи Оила ТВ ҳаст. Метавонанд боргирӣ кунанд он платформаро. дар як рӯзаш 130 дирҳам аст, хато накунам. Барои як рӯз масалан метавонанд ки боргирӣ кунанд, истифода кунанд, ё барои як моҳ 25 сомон аст. Тақрибан бепул. Бале, як чизи бисёр саволи аҷоиб додед. ҳоло ҳам дар баъзе ҷоҳо фикр мекунанд ки бояд филми вақте филм мебарад бояд бепул бубинем. мо бояд аз зеҳни тамошобино ин чизро бардорем ки вақте як филм сохта мешавад вай бояд хароҷоташа барорад. масалан 130 дирҳам масалан ба фикри шумо вазнинӣ мекунад? Не. Яъне ман ҳоло ҳарфи 130 дирҳам масъалааш нест. Масъала ин аст ки мо масъулияти қадамҳои навбатии ин филмсозоро ҳам фикр кунем ки ино аз кадом манбаъ баъдан филм месозанд. Яъне як филм сохта мешавад, ҳатман ё дар толори синамо ё дар платформа тамошо кардану ба нақша гиранд. Як иттифоқи аҷиб афтода буд. Ман вақте филми Моҳи дар шаст дар Эрон тадвин шуд, ман наздики 1 сол ба Эрон рафта меомадам. Як коргардон як мисоли аҷибро овард. Гуфт ки як филми дақиқ шояд хато кунам, номашро намегӯям, як филме баромад ки бисёр филми хуби эронӣ буд ва уна гирифта аз толори синамо пахш карданд, дуздона сабт карданд ва пахш карданд ва уна бисёр мардуми Эрон интизор буд ва ҳамагӣ баъд аз 3 рӯзи он филм ки дар толори синамо баромад пахш шуд, ҳама тамошо кард ва он коргардони дӯстдоштаи Эрон муфлис шуд. Ва баъдан коргардон баромада ба мардум муроҷиат кард ки мардум ин филмро дуздиданд ва пахш карданд, мо муфлис шудем, ман дигар наметавонам филми навбатима сохта. ман ба шумо бо як муроҷиат имрӯз мехоҳам гӯям. Мо ин филмро дар платформа гузоштем. $1 аст арзиши тамошош. агар хоҳед ки шумо ман филми навбатима гирам, ман медонам ки шумо аллакай филма тамошо кардед, вале ман мехоҳам ки ман ба шумо ба инсонворона муроҷиат мекунам ки ман муфлис шудам ва агар тавонед ҳамин филма як бори дигар тамошо кунед то ин ки ман филми навбатима гирам. Мегӯяд тамоми мардум, шахсан ман вай филмро 3 бор дида будам, даромада аз платформа як бори дигар харидам ки ин коргардон идома диҳад зиндагиашро. ин инсоният аст, ин фарҳанг аст, ин худшиносӣ аст, ин тамаддун аст. ин мисли он аст ки вақте шумо дар бораи китоб гап мезанед, садҳо нафар барои шумо муроҷиат мекунад, як китоб бепул барои мо намедиҳед. аввал ин барои худи муаллифони тоҷикӣ китоб менависанд, хеле даҳшат аст ки вай минбаъд аз куҷо зиндагӣ кунад, баъдан китоби дуюмаша чӣ хел нависад. دوم اینکه وقتی این کتاب اگر مؤلفش خارجی باشد ما در همین دام 5000 کتاب توفیق کردیم، دیگه قدرت نداریم برای توفیق کردن و این چاپخانه پدر من نیست یا این مال پدر من، هر جا خرید کس توفیق کنه. یعنی کتاب که شد باید به پول باشد، سینما که شد باید به پول باشد، ولی اینکه یک رقاصه کوچکی را باید با تویش برات باید $1000 بدهد، وقتی که یک حافظ کوچکی را باید $5000 برای بدهد. یعنی این است ارزش، این است نساختن، این است عقب ماندن، این است گم کردن انسانیت. بیاید یک چند جمله دیگر میگویم که تماشاگران فهمند. تماشاگران عزیز، شما مثلا بعضا برای من میشود که برای چی فیلم شما در تلویزیون نشان نمیدهند یا میگویند که برای چی فیلم شما در یوتیوب نیست. یک چیز دونید تماشاگران عزیز، برای اون که این گونه فیلم‌های سینمایی ما درباره‌اش صحبت کردیم، برای همین فیلم مثلا 2.5 سال وقت صرف شد برای فیلم موی درش است، برای 2 3 سال. در مدت 2.5 سال 3 سال با خرج زیاد فیلم ساخته میشود. ما متاسفانه مثلا در 65 شهر و نواحی اقلا یکتایی کینوتئاتر نداریم که یک باره گذاریم. زمینه کینوتئاتر وجود ندارد. زمینه پلتفرم آنلاینی وجود ندارد. حالا مردم ما با پلتفرم نرفته است. تلویزیون ها متاسفانه قدرت ندارند که این فیلم ها رو بخرند. قدرت ندارند. برای همین فیلم ها نمیبرند. اکنون من فکر میکنم راه نجات و بزودی رشد کردن سینما به شرافت رشد تکنولوژی با وجود آمد. این هم پلتفرم آنلاینی. برای همین اگر شما خواهید که این گونه فیلم ها زیاد شود، نه تنها خودتان بلکه با اطرافیانتان هم فهمونید که بیاد می‌داریم در پلتفرم تماشا میکنیم.
بله این بهترین راه است و من یک سری دیگر از این برنامه کتابخوان بگم. بعضی کتابایی که نشر میشوند در همین تاجیکستان ما بعضیش هم میخریم، نه به خاطر اون کتاب خوب هستند، نه به خاطر اون که اون کتاب برای ما پسند است، تنها به خاطر همین که همین امکانیت شد، همین پروژه شد بعدن کتاب خوب اون برآورد. شاید این فرهنگ جاری شود که یک کس خریدن کتاب، خریدن فیلم یاد بگیرد. و در آخر برنامه محیدین جان، شما برای بیننده برنامه کتابخوان، برای اینکه شما لازمه چی پیام دارید، چی گفتنی دارید، بگوید، صحبت خلاصه کنید. تشکر زیاد برای آن که شما تماشا کردید. اگر تماشا کردید تا اینجا آمدید، پس ما رو تماشا کردید. من بسیار میخواهم که ما همه کسا مسئولیت رشد سینما رو داشته باشیم. رشد سینما از سینماگران یا از حکومت جمهوری قدر زیاد وابسته نیست. رشد سینما از همه ما وابسته است که ما به خود ما سوال دیم که همین سال چند سامانی برای رشد سینمای ملیمون صرف گذاشتیم. در خودمون، عائله‌مون چند سامانی صرف کردیم. همین قدر جواب است. اگر شما هیچ صرف نکردید، پس حتما نتیجهش رو میبینید. این سینما رشد نمیکنه. سلامت باشید. و با بیننده برنامه کتابخوان این رو گفتنی هستم که همون گونه که یک موشک پهباد، اون کشتی های زیر آبی و اون تکنولوژی که برای کشور قدرت است، در برابر این سینما هم قدرت است. یک فیلم خوب مثل یک موشکی است که برای یک کشور پرتاب می شود، چون اونجا اندیشه است، افکار است و تاثیرگذاری است. و داشتن یک سینمای خوب هم این نشانگری قدرت است، پیشرفت است، فرهنگ است، تمدن است و نشان دادن به جهانیان است که این ملت دارای چنین فرهنگی خوب، تاریخی خوب است، زیرا فیلمی خوب دارد و سینمای خوب دارد. اینو فراموش نکنیم و دستی کم نگیریم. و همون گونه گفتم، تماشای یک فیلم خوب، حتی یک لحظه، یک نوار خوب میتواند از خواندن چند کتابی هم برای شما مفید باشد. فیلم خوب رو انتخاب کنید برای خودتان، برای فرزندتان و در رشد سینمای ملی سهم بگذارید. یاددار باشم که در صحبت با ما بودن راهبر ایجادی دو فیلم و کارگردان سرشناس و جوان تاجیک محیدین مظفر. با برنامه کتابخوان خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتون.